به نام خدا. خلعت. معلمی آوازه مکتبخانه‌اش در تربیت شاگردانی خوب چنان پیچیده بود که خلیفه تصمیم گرفت فرزند ارشدش را جهت کسب علم و سواد نزد او بفرستد. معلم چنان بر فرزند خلیفه سخت می گرفت و تنبیه او را بیش از دیگران اعمال می کرد که شکایت نزد پدر برد و جهت اثبات حرفش آثار تنبیه روی بدنش را به او نشان داد. خلیفه سخت متأثر شد و معلم را به دربار خواند و به او گفت: تو چه عداوتی با خاندان خلیفه داری که فرزند ما را اینگونه هنگام درس تنبیه می‌کنی و بر او بیش از دیگران سخت می‌گیری؟ معلم ادبی به جا آورد و گفت: هر چه کردم از روی دوستی و وفاداری به خلیفه بوده، نه از روی عداوت. خلیفه خوب می‌داند که فرزند ارشدش در آینده جانشین او خواهد شد و او باید در علم و ادب بر دیگران سرآمد باشد تا کسی نتواند بر او ایرادی وارد سازد. وقت تربیت فرزند شما اکنون است. اگر در تربیت او کوتاهی شود، در میان سالی و پیری محال است تربیت شود. هر ایرادی از فرزند خلیفه به چشم می آید. از قدیم گفتند خطای عوام به چشم نمی آید و لغزش کوچکی از شاهزادگان را دهان به دهان و شهر به شهر می برند. به همین دلیل امروز من بر فرزند شما بیش از دیگران سخت گرفتم تا فردا روزگارش آسان بگذرد. خلیفه از این دلیل قانع کننده خوشنود شد و به جای توبیه خلعتی گرانبها به او داد و دستور داد تا فرزندان دیگرش را هم برای کسب علم و ادب به دست او بسپارند. درود و سلامی پر از مهر به شما عزیزان و همراهان داستان‌های بی‌مرز. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با چند حکایت کوتاه از گلستان سعدی. پیش از شروع داستان بعدی جا داره که بگم از صمیم قلب سپاسگزار محبت و کامنت‌های پرمهرتون هستیم. باور کنید با هر کلمتون روزمون قشنگتر میشه. ممنونم از همراهیتون و لطفاً لایک یادتون نره تا داستان بعدی رو بشنویم. دوراندیشی. در شهر پهلوانی زندگی می‌کرد که در فنون پهلوانی سرآمد دوران بود. تعداد 365 فن به عدد روزهای سال را به خوبی می‌دانست و از آموزش به شاگردانش هیچ دریغ نمی‌کرد. شاگرد باهوشی در میان آنها بود که توانست همه فنون کشتی و پهلوانی را از او فرا گیرد. الا یک فن را که استاد به او یاد نداد و آن را مخصوص خودش حفظ نمود. با کوششی که جوان تازه به دوران رسیده کرده بود، توانست شهرتی در بین مردم کسب نماید و همچنین جایی در دل سلطان و از خاصان دربار شود. روزی به شاه گفت: پهلوان پیشین دربار دیگر نامی در بین مردم ندارد و مردم همه از من یاد می کنند. غرور چنان سراسر وجودش را فرا گرفته بود که حاضر نشد نزد شاه از استاد خود به نیکی یاد کند. شاه هم که التفاتی به پهلوان پیشین داشت، از این سخن دلگیر شد و از او خواست تا برای اثبات حرفش با پهلوان پیشین شهر در حضور شاه پیکاری کند تا معلوم شود کدام یک نیرومندترند. روزی برای مبارزه تعیین شد. فرمان شاه به پهلوان رسید. اطاعت نمود و روز موعود در دربار حاضر شد. پهلوان جوان که می‌خواست هم مقام و اعتبار خود را نزد سلطان و هم بین مردم بالا ببرد، چند روزی را سخت به تمرین مشغول شد. اما روز مبارزه هر فنی را به کار گرفت تا شاید بتواند پشت استاد خود را بر زمین بزند، نتوانست. گاهی او را تا مرز غلبه پیش می برد، اما عاقبت با فنی برتر خود را رها می ساخت. پیکار ساعتی بین آن دو ادامه یافت تا به ناچار استاد آن آخرین فنی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار گرفت و با یک ضربه توانست پهلوان جوان را مغلوب سازد. پس از مبارزه شاه که بسیار خوشنود به نظر می رسید به استاد پهلوان گفت:
من در دربار خود طی سالها شاهد فنون تو هستم. اما این آخرین فنی که به کار بردی هرگز ندیدم. پهلوان گفت قبله عالم، اگر این آخرین فن را به او آموخته بودم، امروز من مغلوب بودم. نشنیده اید که گفتند دوست را چندان بها مده که دشمنی کند و پرورده خیش را چنان پرورش نکن که عاقبت بتواند پشت تو را به خاک بمالد. شاه گفت آفرین بر تو پهلوان دوراندیش. از امروز باز پهلوان دربار و شهر تو هستی. مرسی که تا اینجا با من بودید. بی معطلی بریم سراغ داستان بعدی. قدر عافیت. تاجری که از راه دریا تجارت می کرد، روزی یکی از غلامانش را با خود به سفر دریایی برد. آن غلام چون به دریا سفر نکرده بود، با حرکتی کشتی لرزه بر اندامش افتاد و از ترس غرق شدن به ناله و زاری افتاد. اهل کشتی هرچه او را دلداری دادند سودی نداشت. با صدای بلند گریه می کرد و فریاد می زد که الان کشتی غرق خواهد شد و من می میرم. تاجر که از آوردنش پشیمان شده بود، دستانش را بر گوشهایش گرفت و در نقطه‌ای دور از او نشست. پیرمرد دنیا دیده‌ای که در آن کشتی همسفرشان بود، به تاجر گفت تا کی می خواهی دست بر گوشهایت بگذاری؟ تاجر گفت پس چه کنم؟ پیرمرد گفت این بیچاره تقصیری ندارد. حتما برای اولین بار است که با کشتی سفر می کند. اگر می خواهید آرام بگیرد، آنچه را که من می گویم انجام دهید. تاجر گفت معلوم است آدم با تجربه‌ای هستی. هرچه دستور دهی انجام می دهم. پیرمرد گفت اول او را با خوشرویی و به بهانه‌ای کنار یکی از لبه‌های کشتی ببرید و آنگاه یکی از ملوانان قوی هیکل و پرزور او را در آب بیاندازد و سپس با سرعت یا موهای سرش را یا یقه پیراهنش را از گردن بگیرد و چند بار سرش را زیر آب کند و بیرون آورد. مزه غرق شدن را خواهد چشید. آنگاه که دوباره در کشتی نشاندید و او را که در کشتی جا دادید آرام خواهد گرفت. اگر او را به این مصیبت دچار کنید، قدر آرامش و امنیت کشتی را خواهد دانست و تا آخر سفر صدایی از او نخواهید شنید. تاجر با کمک یکی از ملوانان قوی هیکل نقشه پیرمرد را اجرا کردند و غلام ساکت و آرام تا آخر سفر در گوشه‌ای نشست. راست گفتند، قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اگر تا اینجا از داستان‌ها خوشتون اومده، با یک لایک ساده از ما حمایت کنید. مرسی از شما. بریم داستان بعدی رو بشنویم. داستان خسیس. خسیسی دچار چشم درد شد و به خاطر آنکه به چشم پزشک هزینه‌ای بیشتر نپردازد، نزد دامپزشک رفت و از او خواست تا چشمانش را علاج کند. دامپزشک هم کوتاهی نکرد و از دارویی که در چشم حیوانات میریخت، در چشمان او نیز ریخت و راهی خانه اش کرد. مرد خسیس به جای بهبودی کور شد و از دست دامپزشک شکایت نزد قاضی برد که تاوان بستاند. قاضی نه تنها خسارتی به پای دامپزشک ننوشت، حکم آزادیش را هم همان دم صادر کرد. مرد خسیس آشفته شد و به قاضی اعتراض کرد. قاضی در جوابش گفت دامپزشک بیگناه است و کارش را به خوبی می‌داند و خطایی مرتکب نشده. مرد خسیس گفت چگونه بیگناه است؟ او چشمان مرا کور کرده و چگونه کارش را خوب می‌داند؟ او فرقی میان حیوان و انسان را نمی‌فهمد. از آنچه در چشم حیوانات می‌کرد، در چشمان من نیز ریخت. قاضی گفت تو اگر حیوان نبودی، نزد دامپزشک برای علاج چشمانت نمی‌رفتی. پس دامپزشک فرقی میان تو و حیوان ندیده. دوستان عزیز، اگر تا اینجا از داستان‌ها لذت بردید، لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید تا داستان بعدی رو بشنویم. مؤذن. یکی از امیران روزگار قدیم مسجدی ساخت و از روزی که بنایش به اتمام رسید، مؤذن و خادمی برایش معین نمود و به آنها هر برج مواجب می‌داد.
روزی مؤذن سفری برایش پیش آمد و رفت. رهگذری که برای نماز به آنجا آمده بود، به جای او اذان گفت. صدایش آنقدر ناموزون و دلخراش بود که نمازگزاران همه از روی طعنه به او احسنت گفتند و مؤذن بیچاره باورش شد که اذان را زیبا و دلنشین گفته. به علاوه وقتی که شنید مؤذن آن مسجد از امیر جیره و مواجب هم میگیرد، طمعش برای ماندن و اذان گفتن در آنجا افزون شد. نمازگزاران که به سطوح آمده بودند، شکایت نزد امیر بردند. امیر نمیخواست او را آزرده خاطر سازد. به نرمی و خوشرویی به او گفت: جان برادر، من هر ماه به مؤذن ثابت این مسجد 5 دینار میدهم. اما به زودی او برمیگردد و برای مدت کوتاهی که از آن گفته ای 10 دینار به تو میدهم و برو در مسجدی دیگر از آن بگو. مؤذن خوشباور پول را از امیر گرفت و رفت به مسجد دیگری و نمازگزاران آن مسجد را گرفتار صوت خود کرد. آنجا حاضر شدند 20 دینار به او بدهند و به مسجد دیگری برود. روزی مرد نزد امیر بازگشت و گفت: ای امیر، اشتباه کردید، مرا با 10 دینار از دست دادید. مسجد جدیدی که رفته‌ام و اذان میگویم حاضرند مرا 20 دینار بدهند و به جای دیگری بروم. امیر که از خنده بر خود پیچیده بود به مؤذن گفت: مبادا با 20 دینار راضی شوی. واقعا حیف است. همانجا بمان تا تو را 200 دینار راضی کنند. بله عزیزان، امیدوارم از شنیدن این چند حکایت کوتاه لذت برده باشید. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً برای حمایت و دلگرمی ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و با کامنت های بی‌نظیرتون برای بهتر شدن کارمون ما رو یاری کنید. مثل همیشه آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما عزیزان. در پناه خداوند بزرگ و مهربان سالم و سلامت باشید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.